اینستاتو پاک کن تا زندگیت پاک بشه. مسلماً همه ما در شبکه‌های اجتماعی مختلف عضو هستیم و افرادی رو چه مشهور، چه معروف و چه هیچ کدام از این دو دنبال میکنیم. افرادی که گاه به خاطر تعداد زیادشان نمیتوانیم حتی درست و کامل پست و استوری و دی ام های اونها رو ببینیم. بهتره همینجا یکم استاپ کنیم. چرا ما افرادی رو دنبال میکنیم که صرفاً معروف و مشهورن و شاید دوستانمون هم اونا رو فالو دارن؟ آیا چیزی به ما یاد میدن؟ یا حرفه و حوزه شغلی ما به اونها مربوط میشه که باعث کسب سود و دانش ما در اون موضوع بشه؟ بجز هزینه اینترنت و از همه مهمتر وقتمون سودی هم برای ما دارند؟ اون دوست آشنایی که سال تا سال فقط یک پیام کپی شده تبریک عید رو برای هم میفرستی رو چرا باید فالو داشته باشی؟ چون صرفا فامیلیه و زشته اگر آن فالوش کنی؟ و اون وقت تلف کردن وقتت و درگیر کردن ذهن خودت برای خودت زشت نیست؟ اون بلاگر یا اینفلوئنسری که صرفا به خاطر بی محتوایی محض بالا اومده رو فالو میکنی که هر روز فیلم و پست های ادیت شدهش رو ببینی و اعتماد به نفست بیاد پایین؟ یا اون تیک تاکری که تنها هنرش رو به اسمش گرفتنه؟ آنفالو کن تا وقتتو سیف کنی. آنفالو کن تا هر روز محتوای فیک نبینی. آنفالو کن تا بیشتر داخل زندگی واقعی باشی.